یه سوال، اگه یه روز از خواب بلند بشید و بفهمید که کل دنیا شما رو میشناسه، عکساتون روی جلد مجله هاست، فیلماتون میلیون ها بازدید داره و بیننده داره و همه شما رو نماد زیبایی میدونن، شاید فکر کنید که به خوشبختی مطلق رسیدید. اما اگر همون آدم شبها با احساس تنهایی بخوابه و در درون خودش دنبال چیزی بگرده که هیچ وقت نداشته، اون وقت چی؟ این داستان مرلین مونرو هستش و زنی که برای یک دنیا افسانه بود، اما در درون خودش همون دختر بچه‌ای بود که فقط دنبال یه خانواده بوده. قبل اینکه کل دنیا اونو با اسم مرلین مونرو بشناسن، قبل از لباس سفید معروفش، فرش قرمز و دوربین‌های عکاسی و هزاران و میلیون‌ها طرفدار، اون فقط دختری بود به اسم نورما جین. نورما جین مورتنسن در اول ژوئن سال 1926 در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. اما از همون لحظه تولد زندگیش با چیزی که بیشتر بچه‌ها تجربه میکنن فرق میکرد. بیشتر به کودکان وقتی به دنیا می اومدن یه خونه، یه پدر و یک مادر و یک احساس امنیت دارن، اما نورما جین هیچ کدوم از اینها رو نداشت. مادرش گلادیس پرل بیکر در یک استودیوی فیلمسازی کار میکرد، زندگی سختی داشت و از نظر روحی هم شرایط پایداری نداشت. در آن سالها بیماری‌های روانی مثل امروز شناخته شده نبودند و درمان‌های مناسبی هم وجود نداشت. به همین دلیل گلادیس بارها نتوانست از دخترش مراقبت کنه. درباره پدر نورما جین هم ابهام‌های زیادی وجود داشت. در شناسنامه او نام پدر ثبت نشده بود و خود مرلین بعدها بارها گفته بود که هیچ وقت پدر واقعیش را نشناخته. تصور کنید کودکی که حتی نمیدونه پدر واقعیش کیه، کودکی که هر لحظه ممکنه که خونش عوض بشه، کودکی که هر لحظه ممکنه طرد بشه و دقیقا همین اتفاق هم افتاد. وقتی نورما جین هنوز کوچیک بود، مادرش دیگه نتونست ازش مراقبت کنه و برای همین اونو به یه خانواده سرپرست سپرد و نورما جین چند سال اول زندگیش رو در خانواده بولندر گذراند. اون خانواده از اون مراقبت میکردن، اما آنجا هم خونه واقعی خودش نبود. اون همیشه میدونست که توی اونجا مهمونه و چند سال بعد مادر نورما جین سعی کرد که دوباره از دخترش مراقبت کنه و نورما جین یه مدت کنار مادرش زندگی کرد و شاید فکر میکرد بالاخره قراره که یه زندگی عادی رو تجربه کنه، اما این آرامش خیلی دوام نیاورد. وضعیت روحی گلادیس دوباره بدتر شد و سرانجام در بیمارستان روانپزشکی بستری شد. نورما جین دوباره تنها موند. از اون به بعد زندگی اون پر شد از جابجایی‌های مداوم. گاهی تو خونه دوستای مادرش زندگی می‌کرد، گاهی به خانواده‌های سرپرست سپرده میشد و مدتی هم توی پرورشگاه بوده و اون قبل از رسیدن به بزرگسالی بارها خونه عوض کرده. هر بار باید با آدم‌های جدید، قوانین جدید و محیط کاملا متفاوت کنار میومد. شاید برای خیلی از ما عوض کردن خونه فقط یه اتفاق باشه، اما برای یک کودک یعنی از دست دادن یک امنیت. نورما جین از همون کودکی فهمید که هیچی دائمی نیست، نه یه خونه، نه خانواده و نه حتی کسایی که دوستشون داره. و سالها بعد وقتی خبرنگارا ازش میپرسیدن چرا انقدر دنبال عشق و محبته، خیلی جواب رو در همین سالهای کودکی پیدا میکردن و چون دختری که در کودکی امنیت نداشته باشه و ممکنه تمام عمرش دنبال همون احساس بگرده، با این حال نورما جین یک ویژگی خیلی خاص داشت. اون عاشق خیال پردازی بود. ساعتها جلو آینه می ایستاد، نقش بازی میکرد، دیالوگ میگفت، میخندید، گریه میکرد. انگار از همون کودکی بدون اینکه خودش بدونه داشت بازیگری رو تمرین میکرد.
شاید همون لحظه که رویای هالیوود خیلی آرام در ذهن دختر بچه‌ای شکل گرفت که هنوز حتی نمیدانست چند سال بعد تمام دنیا او را خواهد شناخت. اما تا آن روز روزهای طولانی در پیش داشت. در سال 1942 نورما جین فقط 16 سالش بود و سنی که خیلی از نوجوانا بیشتر درگیر مدرسه و دوستان و آرزوهای ساده دوران نوجوانی هستند. نورما جین مجبور بود درباره آینده زندگیش یه تصمیم خیلی مهم بگیره. خانواده که سرپرستی اونا به عهده داشتن قصد داشتن به یه ایالت دیگه نقل مکان کنن و طبق قوانین اون زمان نورما جین نمیتونست با همراه اونا بره و این به معنی این بود که نورما جین باید یک بار دیگه برمیگشت پرورشگاه، جایی که تمام کودکیش در تلاش بود که از اونجا دوری کنه و در نهایت تصمیم گرفت که کل زندگیشو تغییر داد. اون با پسری به نام جیمز دوگرتی ازدواج کرد. جیمز 21 ساله بود و در همسایگی آنها زندگی میکرد. بعدها خود مرلین گفته بود بیشتر از این که این ازدواج از روی عشق باشه، راهی برای فرار از بازگشت به پرورشگاه بوده و اون فقط میخواست یک سقف امن بالا سرش داشته باشه. در ابتدا زندگیشون آروم بوده و نورما جین خونه‌داری میکرده و سعی میکرده مثل یک همسر معمولی زندگی کنه. شاید اگه شرایط همونجور ادامه پیدا میکرد هیچ وقت مرلین مونری به وجود نمیومد، اما دنیا درگیر جنگ جهانی دوم شده بود و جیمز به نیروی دریایی آمریکا پیوست و به مأموریت اعزام شد و نورما جین توی لس آنجلس تنها موند. اون توی کارخانه‌ای مشغول به کار شد که قطعات هواپیماهای نظامی در اون تولید میشد. اون سالهای طولانی کار میکرد درست مثل هزاران زن دیگه‌ای که در اون دوران جای مردان اعزام شده به جنگ را در کارخانه ها پر کرده بودند. اما یک روز اتفاقی افتاد که مسیر زندگی اون برای همیشه تغییر کرد. ارتش آمریکا برای تهیه عکس‌های تبلیغاتی از کارگران کارخانه عکاسی به اونجا فرستاد. هدف این بود که روحیه مردم رو بالا ببرن و نقش زنان در دوران جنگ رو نشون بده. وقتی عکاس دوربینش رو به سمت نورما جین گرفت متوجه این شد که این دختر چیز متفاوتی داره. لبخند طبیعی، چهره‌ای که دوربین دوستش داشت و حضوری که حتی در میان شلوغی کارخانه هم دیده شده بود و از اون چند تا عکس گرفت. شاید نورما جین خودش فکر میکرد که این یه چند تا عکس ساده است، اما همون چند عکس زندگی اونو به دو قسمت تقسیم کرد. قبل از اون روز و بعد از اون روز. چند هفته بعد پیشنهادهای مدلینگ یکی پس از دیگری رسیدند و در ابتدا دستمزدها کم بودند، اما برای دختری که سالها با مشکلات مالی دست پنجه نرم کرده بود همین فرصت بزرگی بود و نورما جین تصمیم گرفت که شانسش رو امتحان کنه. اون خیلی زود از کارخانه فاصله گرفت و وارد دنیای مدلینگ شد و در مدت زمان کوتاهی روی مجله های مختلفی ظاهر شد. عکاس ها متوجه شده بودن که اون جلوی دوربین کاملا متفاوته. اون فقط زیبا نبود بلکه میتوانست احساسات مختلف رو تنها با یک نگاه، با یک لبخند منتقل کنه. همین ویژگی باعث شد تعدادهای پیشنهاد کاریش زیاد بشه و اما این مسیر هزینه دیگه هم داشت. جیمز از این تغییرات راضی نبود. جیمز همسری میخواست که زندگی آرام و معمولی داشته باشه، اما نورما جین حالا رویای بزرگی در سر داشت و اون میخواست وارد هالیوود بشه. کم کم فاصله این دوتا بیشتر شد و در نهایت در سال 1946 ازدواجشون به پایان رسید و طلاق برای نورما جین آسون نبود، اما اون احساس میکرد که اگه بخواد رویاهاش رو دنبال کنه باید این تصمیم سخت رو بگیره و الان دیگه هیچ چیزی نمیتونست اون رو متوقف کنه. دختری که یک زمان از ترس بازگشت به پرورشگاه ازدواج کرده بود حالا با چمدانی پر از آرزو آماده بود تا وارد بزرگترین شهر رویاهای دنیا بشه، یعنی هالیوود. اما وارد شدن به هالیوود به معنای مشهور شدن نبود. در آن سالها هزاران دختر جوان هر روز وارد لس آنجلس می شدن تا
یک روزی ستاره سینما بشن. بیشتر اونها هرگز به جایی نمیرسیدن و رقابت بسیار سخت بوده. استودیوهای فیلمسازی هر روز چهره‌های جدید رو می‌دیدن و خیلی از بازیگران بعد از چند ماه برای همیشه فراموش می‌شدن. نورما جین هم می‌دانست اگر بخواد در این دنیا دوام بیارد فقط زیبایی کافی نیست. اون باید خودش رو از نو می‌ساخت. در سال 1946 شرکت فیلمسازی فاکس قرن 20 با اون قرارداد بست، اما مدیران استودیو یک نظر مشترک داشتن. آنها گفتن نورما جین مورتنزن اسم مناسبی برای یک ستاره سینما نیست. آن زمان تغییر نام بین بازیگران هالیوود اتفاق عجیبی نبوده و بسیاری از بازیگران برای ساختن یک هویت جدید نام هنری انتخاب می‌کردند. بعد از چند پیشنهاد مختلف سرانجام نامی انتخاب شد که قرار بود وارد تاریخ بشه: مرلین مونرو. مرلین از نام یکی از بازیگران مشهور برادوی الهام گرفته شده بود و مونرو به نام خانوادگی مادر بزرگ مادری او بود. اما فقط اسمش رو تغییر نداد، تقریبا همه چیز رو تغییر داد. موهای قهوه‌ای طبیعیش رو به رنگ بلوند روشن در آوردن، مدل موهاش عوض شد، نوع آرایشش تغییر کرد، حتی به اون آموزش میدادن چگونه راه بره، چگونه لبخند بزنه و چگونه جلوی دوربین بیستد و حتی چگونه با خبرنگارها صحبت کنه. هالیوود فقط یک بازیگر نمیخواست، بلکه میخواست یک افسانه خلق کنه. اما پشت تمام این تغییرات نورما جین هنوز هم همون دختر خجالتی بود. اون بارها گفته بود که قبل از فیلم برداری مضطرب میشد، گاهی اونقدر استرس داشت که خوابش نمیبرد. اون همیشه احساس میکرد باید خودش رو ثابت کنه. در سالهای اول نقشای کوچیکی به اون میدادن، گاهی فقط چند جمله دیالوگ داشت، گاهی فقط چند دقیقه روی پرده دیده میشد. اما حتی در همون نقشای کوچیک هم چیزی در حضورش وجود داشت که توجه مردم به خودش جذب میکرد. تهیه کننده ها کم کم متوجه شدن که دوربین ها عاشق مرلین هستن و هر بار که مقابل لنز قرار میگرفت انگار تمام تصویر زنده تر میشد. با این حال یک مشکل بزرگ وجود داشت. بیشتر مدیران استودیو فقط ظاهر اونو میدیدن. آنها فکر میکردن مرلین فقط برای نقش دختران زیبا مناسبه، اما خود مرلین همچنین باوری نداشت. اون نمیخواست فقط به خاطر زیباییش معروف بشه. به همین دلیل شروع کرد به شرکت کردن در کلاس‌های بازیگری. اون ساعتها روی بیان، احساسات و اجرای نقش کار میکرد. حتی وقتی کم کم مشهور شده بود باز هم دست از یاد گرفتن بر نمی داشت. یکی از دوستانش بعدها گفته بود مرلین بیشتر از اون که مردم فکر میکردن مطالعه میکرد، همیشه نگران این بود که بازیگر بهتری بشه. اون میخواست وقتی مردم اسم مرلین مونرو رو میشنون فقط به موهای بلند و لبخندش فکر نکنند، بلکه بازیگر رو به یاد بیارن که برای تمام نقشهاش زحمت کشیده. کم کم تلاشاش نتیجه داد و پیشنهاد نقش‌های مهمتر یکی پس از دیگری از راه رسید و فقط چند سال بعد دختری که زمانی حتی خونه‌ای برای زندگی کردن نداشت قرار به مشهورترین زن هالیوود تبدیل بشه. الان دیگه هیچ چیز نمیتونست متوقفش کنه. دختری که زمانی حتی خونه‌ای برای زندگی کردن نداشت حالا کم کم داشت به رویایی میرسید که سالها فقط در ذهنش وجود داشت. اون دیگه یک مدل ناشناس نبود. نام مرلین مونرو آروم آروم در هالیوود شنیده میشد، اما هنوز یه اتفاق بزرگ لازم بود تا اون رو به یک ستاره واقعی تبدیل کنه. اون اتفاق در سال 1950 رخ داد. مرلین در فیلم جنگ آسفالت نقش بازی کرد، اما فقط چند دقیقه روی پرده حضور داشت. ولی همین چند دقیقه باعث شد که منتقدان درباره صحبت کنن و خیلی میگفتن که این دختر حضوری داره که نمیشه اون رو نادیده گرفت. و در همون سال در فیلم همه چیز درباره هوا هم ظاهر شد و باز هم نقش بزرگی نداشت، اما هر فیلم اون رو یک قدم به رویایش نزدیکتر میکرد. بعد از اون دو فیلم دیگه تهیه کننده ها اون رو به عنوان یک مدل زیبا نمیدیدن. آنها متوجه شده بودن که مرلین میتونه مخاطبا رو جذب کنه.
اما نقطه عطف واقعی 3 سال بعد اتفاق افتاد، سال 1953. فیلم نیاگارا اکران شد و این اولین باری بود که مرلین نقش اصلی یک فیلم مهم رو بازی میکرد. اون در این فیلم نقش یک زن مرموز و اغواگر رو داشت و تماشاگران شیفته حضورش شدن، منتقدان درباره اون نوشتن، مجله ها عکسش رو روی جلد چاپ کردند و ناگهان کل آمریکا فقط درباره یک نفر صحبت میکردن، مرلین مونرو. اما موفقیت اون به همینجا ختم نشد. چند ماه بعد فیلم آقایان مطلعی ها رو ترجیح میدهند پرده رفت. در این فیلم مرلین آهنگی را اجرایی کرد که بعدها به یکی از معروفترین اجراهای تاریخ سینما تبدیل شد. Diamonds are a girl's best friend. And we all lose our charms in the end. Cut or pear-shaped, these diamonds are a girl's best friend. یک لباس صورتی بلند، دستکش‌های بلند، جواهرات درخشان و اجرای خاص مرلین اونقدر مشهور شد که هنوز هم بعد از دهه‌ها بارها توسط خواننده‌ها و بازیگران مختلف بازسازی شده. از آن لحظه به بعد دیگه هیچکس نمیتونست موفقیت اون نادیده بگیره. مرلین مونرو به یک پدیده جهانی تبدیل شده بود. استودیوها برای همکاری با اون رقابت می‌کردن. عکاس‌ها ساعت‌ها منتظر می‌موندن تا فقط یک عکس ازش بگیرن. طرفدارانش هر جا که میرفت دنبالش می‌کردن. اما شهرت فقط زیبایی و تشویق نبود. کم کم رسانه‌ها وارد زندگی شخصی اون شدن. هر لباسی که می‌پوشید خبر می‌شد، به هر رستورانی که میرفت خبر می‌شد. اگر لبخند می‌زد یا ناراحت به نظر می‌رسید روزنامه‌ها دربارش مقاله می‌نوشتن و الان اون دیگه فقط یه بازیگر نبود. زندگیش به سوژه همیشگی رسانه‌ها تبدیل شده بود. با وجود تمام این فشارها، مرلین هنوز یک هدف داشت. اون فقط نمیخواست نماد زیبایی هالیوود باشه. اون میخواست مردم بازیگریش رو هم تحسین کنن. برای همین حتی در اوج شهرت کلاس‌های بازیگری رو ادامه داد. کتاب میخوند، تمرین میکرد و برای هر نقش ساعتها وقت میگذاشت. اما هرچی بیشتر تلاش میکرد که هالیوود روی بازیگریش تمرکز کنه، ولی باز هم فقط روی ظاهرش تمرکز میشد و همین موضوع کم کم به یکی از بزرگترین ناراحتی های زندگی اون تبدیل شد. اما هرچه مرلین مشهورتر میشد، زندگی شخصیش بیشتر زیر ذره بین مردم قرار میگرفت. دنیا اون رو به عنوان یک ستاره میدید، زن زیبا، مشهور و دست نیافتنی. اما خود مرلین در زندگی شخصیش بیشتر از هر چیز دنبال یک چیز ساده بود، احساس امنیت. شاید به خاطر کودکی پر از جابجایی و تنهایی، داشتن یک خانواده و کسی که واقعا کنارش بمونه همیشه یکی از بزرگترین آرزوهای اون بوده. اما روابط عاشقانه مرلین برخلاف تصوری که مردم از زندگی یک ستاره هالیوودی داشتن همیشه آسان و خوشحال کننده نبود. اولین ازدواجش که با جیمز بود و اون زمان هنوز نورما جین بود، یعنی هنوز تبدیل نشده بود به مرلین مونرو. اما دومین ازدواجش دیگه مرلین مونرو به یک ستاره هالیوود خیلی بزرگ تبدیل شده بود و در همون موقع ها با یه ورزشکار، با معروفترین ورزشکار آمریکا آشنا میشه و اسم اون ورزشکار جودی ماجیو بود. جودی ماجیو یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ بیسبال آمریکا محسوب میشد و رابطه اونها برای مردم خیلی جذاب بوده و یک ستاره سینما و یک قهرمان ورزشی، دو چهره بسیار مشهور که به یکی از معروفترین زوجهای آمریکا تبدیل شدند. اونها در سال 1954 ازدواج کردند. زندگی مشترکشون خیلی کوتاه بود. مشکل اصلی این بود که جودی ماجیو با فشارهای رسانه و تصویری بسیار جذابی که هالیوود از مرلین ساخته بود راحت نبود و اون زندگی آرومتر و خصوصی تر میخواست. در واقع
اما مرلین تبدیل به یک نماد جهانی شده بود و یکی از معروفترین اختلافات آنها بعد از فیلم خارج 7 ساله اتفاق افتاد. در صحنه معروف لباس سفید مرلین جمعیت زیادی حضور داشتند و واکنش مردم بسیار شدید بود. این اتفاق باعث ناراحتی جو شد. ازدواج آنها بعد از حدود 9 ماه به پایان میرسه. اما جالب اینجاست که رابطه اونها کاملا از بین نرفت و سالها بعد جودی ماجیو هنوز به مرلین اهمیت میداد و اون یکی از کسانی بود که بعد از مرگ مرلین برای مراسم خاکسپاری اون نقش مهمی داشت و به نظر من جودی ماجیو عاشق مرلین بود، ولی چون نمیتونست با اون سختیایی که یک بازیگر هالیوود داره کنار بیاد مجبور شدن از هم دیگه جدا بشن و در واقع دوستش داشته. سومین ازدواج مرلین مونرو. در سال 1956 مرلین با فردی کاملا متفاوت تر از خودش آشنا شد. آرتور میلر نمایشنامه نویس معروف آمریکایی بود. برخلاف بسیار از مردانی که در زندگی مرلین بودن، آرتور او را فقط به عنوان یک چهره زیبا نمیدید. اون به ذهن، احساسات و شخصیت مرلین علاقه داشت و مرلین امیدوار بود که این رابطه همان چیزی باشد که همیشه دنبالش بوده، یک عشق واقعی، یک رابطه‌ای که در آن فقط یک ستاره هالیوود نباشه بلکه یک انسان معمولی باشه. آنها در سال 1956 ازدواج کردند. اما زندگی مشترکشون با مشکلاتی روبرو شد. یکی از بزرگترین آرزوهای مرلین داشتن فرزند بود. اون چند بار باردار شد اما متاسفانه نتوانست صاحب فرزند بشه. این موضوع از نظر روحی تاثیر زیادی روی اون گذاشت. همچنین تفاوت‌های شخصیتی و فشارهای زندگی مشهور بودن به مرور باعث فاصله بین اون دوتا شد. آنها در سال 1961 از هم جدا شدند. اما سوالی که خیلی ها میپرسن اینه که آیا مرلین دنبال عشق بود یا دنبال ثروت؟ خیلی ها وقت درباره زندگی مرلین حرف میزنن فقط از ازدواج‌ها و رابطه‌هایش میگن، اما شاید چیزی که کمتر دیده میشد اینه که مرلین بیشتر از شهرت دنبال یک احساس ساده بود. اینکه کسی اون رو فقط به خاطر خودش دوست داشته باشه، نه به خاطر چهرش، نه به خاطر نام مرلین مونرو، بلکه به خاطر همان نورما جین واقعی، زنی که پشت تمام شهرت ها هنوز همون دختری بود که سالها دنبال یک خونه امن میگشت. و شاید همین باعث شد که داستان‌های رابطه عاشقانه اون به یکی از غمگین‌ترین بخش‌های زندگی اون تبدیل بشه. اون میلیون‌ها طرفدار داشت اما پیدا کردن یک نفر واقعی که واقعا اون رو بفهمه براش سخت بود. تقریبا این مسئله همیشه برای همه هنرمندایی که خیلی مشهورن و خیلی طرفدار دارن پیش میاد و کمتر کسی اونو به خاطر خودش میشناسه یا حتی به خاطر خودش میخوادش. وقتی اسم مرلین مونرو رو میشنویم معمولا یک تصویر مشخص توی ذهنمون شکل میگیره. همون موهای بلوندش، لبخند زیباش، لباس زیباش، شهرتی که داشت، طرفدارایی که داشت. اما مرلین مونروی واقعی اون چیزی نبود که رسانه ها سعی داشتن نشون بدن. اون فقط ستاره هالیوود نبود، اون زنی بود با احساسات عمیق، نگرانی های زیاد و آرزوی ساده، اینکه مردم اون رو واقعا بشناسن. شاید برای خیلی عجیب باشه که بدونن زنی که جلوی میلیون ها آدم روی پرده سینما میرفت توی زندگی شخصیت نسبتا خجالتی داشته. اون همیشه اون اعتماد به نفسی که مردم تصور میکردن اون نداشت. قبل از اجراها، فیلم پردازی ها گاهی بسیار مضطرب میشد. بارها از خودش میپرسید آیا به اندازه کافی خوب هستم؟ سوالی که اکثرا همه از خودشون میپرسن. معمولا همین نگرانی باعث شده بود بسیار کمالگرا بشه. اون دوست داشت هر کاری تا جای ممکن درست انجام داده بشه. اون برای هر نقش فقط به ظاهرش تکیه نمی‌کرد، تمرین میکرد، مطالعه میکرد و تلاش میکرد احساسات شخصیت را بهتر درک کنه. یکی از بزرگترین تصورات اشتباه درباره مرلین این بود که اون فقط یه چهره زیباست، اما واقعیت چیز دیگه ای بود. مرلین علاقه زیادی به خوندن کتاب داشت و در خونش مجموعه بزرگی از کتاب‌ها داشت.
اون به شعر و هنر و ادبیات خیلی علاقه داشت. اون آثاری از جیمز جویس و بقیه نویسندگان مشهور میخوند. اون همیشه دوست داشت یاد بگیره و تا وقتی به شهرت جهانی رسیده بود هنوز هم احساس میکرد که هنوز هم باید بیاموزه و یاد بگیره. شاید یکی از بزرگترین ناراحتی های اون این بود که مردم اغلب ظاهرش رو میدیدن و ذهن و شخصیتش رو نادیده میگرفتن. با اینکه میلیون ها آدم در دنیا مرلین رو میشناختن، ولی باز هم مرلین احساس تنهایی میکرد. اون آدمی نبود که به راحتی به همه اعتماد کنه. شاید تجربه های کودکیش باعث شده بود پیدا کردن آدمای مورد اعتماد خیلی براش سخت بشه، اما کسایی که واقعا به اون نزدیک بودن از سمت دیگه ای شخصیتش حرف میزدن. اونها میگفتن مرلین میتونست بسیار مهربان، شوخ‌طبع و صمیمی باشه. اون دوست داشت دیگران رو خوشحال کنه. برخلاف تصوری که مردم ازش داشتن، اون هیچ وقت فردی سرد و سطحی نبوده. تلاش برای اینکه فقط یک نماد زیبایی نباشه. یکی از بزرگترین مبارزه‌هایی که مرلین توی زندگیش داشت این بود که تلاش میکرد ثابت کنه که فقط به خاطر ظاهرش نیست که مشهوره، بلکه به خاطر اون استعدادیه که داره. هالیوود خیلی زود اونو در قالب یک زن زیبای بنام قرار داد و نقشی که برایش هم موفقیت آورد هم محدودیت ایجاد کرد. چون هرچه مشهورتر میشد سخت‌تر میتونست از این تصویر فاصله بگیره. برای همین مرلین تلاش کرد خودش رو به عنوان یک بازیگر جدی ثابت کنه. اون با معلم بازیگری معروف لی استارسبرگ کار کرد و وارد استودیوی بازیگری اکتورز شد. اون میخواست نقش‌های بازی کنه که احساسات و توانایی واقعی رو نشون میده. مرلین گاهی احساسات خودش رو مینوشت. بعد از مرگش دفترها و یادداشت‌هایی که از او باقی موند نشون میداد که ذهن بسیار احساسی و درونگرایی داشته. در نوشته‌هاش میتوان ترس‌ها، آرزوها و تلاش‌های او را برای شناخت خودش دید. این نوشته‌ها نشون دادن زنی که دنیا اون رو فقط با لبخندش میشناخت، در درونش دنیای پیچیده‌ای وجود داشت. چیزی که مردم پشت لبخند مرلین نمیدیدن، اون شاید بزرگترین تفاوت مرلین مونروی جلوی دوربین و پشت دوربین بود، چون مردم مرلین رو به عنوان یک ستاره میدیدن، اما مرلین فقط خودش رو یک انسان تنها میدید. مرلین طرفدار داشت، پول داشت، شهرت داشت، اما چیزی که خیلی سخت براش پیدا میشد احساس آرامش و امنیت بود. مرلین مونرو به دنیا نشون داد که مشهور بودن همیشه به معنی خوشحال بودن نیست. گاهی ممکنه کل دنیا نام یک نفر رو بدونه، اما همون یک نفر سالها به دنبال پیدا کردن خودش باشه. آخرین فیلم که قرار بود مرلین مونرو توش نقش بازی کنه در سال 1962. مرلین مشغول بازی در فیلم به نام چیزی باید بخشیده شود بود، اما ساخت این فیلم با مشکلات زیادی همراه شد. شرایط جسمی و روحی مرلین، فشارهای رسانه‌ها و مشکلات پشت صحنه باعث شد روند فیلم برداری سخت بشه. غیبت‌های او از سر صحنه باعث انتقادهای زیادی شد. روزنامه‌ها دوباره شروع کردن به ساختن همان تصویری که سالها مرلین با آن مبارزه کرد، تصویری از یک ستاره دردسرساز. اما پشت این تیترها انسانی وجود داشت که سالها زیر فشار شهرت زندگی کرده بود. در ماه‌های آخر زندگی مرلین در خانه‌اش در منطقه برنت‌وود، لس آنجلس زندگی می‌کرد. خانه آرام که با شلوغی و هیاهوی هالیوود فاصله داشت. اون هنوز جوان بود. فقط 36 سال سن داشت و با وجود تمام مشکلات هنوز فرصت‌های زیادی برای ادامه زندگی و حرفش داشت. اما در شب 5 آگوست سال 1962 اتفاقی افتاد که دنیا را شوکه کرد. مرگ مرلین مونرو. صبح روز 5 آگوست مرلین مونرو در خونش پیدا شد. خبر مرگ اون خیلی سریع در سراسر جهان منتشر شد. یکی از بزرگترین ستاره‌های سینما در سن 36 سالگی از دنیا رفته بود. گزارش رسمی علت مرگ مصرف بیش از 100 داروهای آرامبخش اعلام کرد و مرگ او به عنوان خودکشی احتمالی ثبت شد. اما از همان زمان سوالها و شایعات زیادی درباره مرگ اون شکل گرفت.
و حالا برسیم به شایعات مرگ مرلین. به دلیل شهرت بسیار زیاد مرلین و ارتباطهایی که گفته میشد با افراد قدرتمند زمان خودش داشته، نظریه‌های مختلف درباره مرگ اون مطرح شده. یکی از معروف‌ترین شایعات مربوط به ارتباط احتمالی اون با خانواده کندی بود. برخی افراد ادعا کردند که شاید اطلاعاتی وجود داشته که باعث مرگ اون شده، اما این ادعاها هیچ وقت به طور قطعی ثابت نشدن. تحقیقات رسمی همان گزارش اولیه را تایید کردند. بنابراین مهمه که بین واقعیت و شایعه تفاوت قائل شیم. اما واقعیت اینه که مرلین مونرو در شرایط خیلی پیچیده و پر از فشار از دنیا رفت، اما بسیار از داستان‌هایی که بعدها درباره اون ساخته شد فقط در حد همون نظریه باقی مونده. غم‌انگیزترین بخش زندگی مرلین مونرو این بود که دنیا همیشه اونو به چشم یک ستاره درخشان میدید، اما خودش در سالهای آخر یا در ماهای آخر زندگیش فقط تلاش میکرد که یک انسان دیده بشه، نه یک تصویر ساخته شده توسط هالیوود، نه فقط یک نماد زیبایی، بلکه زنی با احساسات، ترس‌ها و آرزوهای خودش. مرلین مونرو در سن 36 سالگی از دنیا رفت، اما داستان اون با مرگش تمام نشد. برخلاف بسیار از ستاره هایی که بعد از این مدت فراموش میشن، نام مرلین مونرو هنوز بعد از گذشت بیش از 6 دهه در سراسر جهان شناخته شده است. اما دلیل ماندگاری اسم اون فقط زیباییش نبود، ترکیبی از چند چیز بود: استعداد، تلاش، شخصیتی پیچیده و داستان زندگی که پر از فراز و نشیب بود. مرلین برای بسیار از زنان و هنرمندان بعد از خودش الهام بخش شد. اون نشون داد که یک ستاره فقط با ظاهرش شناخته نمیشه، بلکه پشت هر موفقیت بزرگ سالها تلاش، شکست، ترس و دوباره بلند شدن وجود داره. اون در دوران زندگی کرد که زنان در هالیوود اغلب فقط بر اساس ظاهرشون قضاوت شدن، اما مرلین تلاش کرد نشون بده بیشتر از تصویری است که دیگران از اون ساختن. البته باید بگم که داستان زندگی مرلین مونرو فقط درباره موفقیت نیست. زندگی اون یادآور یک چیزیه، اینکه شهرت همیشه به معنی خوشبختی نیست. ممکن یک نفر تمام دنیا رو داشته باشه اما هنوز در درون خودش با تنهایی، نگرانی و جستجوی آرامش مبارزه کنه. شاید یکی از دلایلی که مردم هنوز با داستان مرلین ارتباط میگیرن همین باشه، چون پشت این چهره افسانه‌ای یک انسان واقعی وجود داشت. امروزه عکس‌های مرلین مونرو هنوز روی پوسترها، لباس‌ها، آثار هنری و محصولات مختلف دیده میشه. فیلم‌هاش هنوز تماشا میشن، داستان زندگیش هنوز دربارش گفته میشه، اما شاید بزرگترین میراث اون این باشه که مردم هنوز درباره خودش سوال میپرسن. مرلین مونرو واقعا چه کسی بود؟ یک ستاره، یک قربانی شهرت، یک بازیگر با استعداد یا ترکیبی از همه اینها؟ شاید جواب همه اینها باشد. مرلین مونرو برای یک دنیا افسانه شد، اما پشت اون افسانه دختری وجود داشت به اسم نورما جین. دختری که یه زمانی فقط دنبال خونه امن میگشت، اما چند سال بعد تبدیل شد به زنی که تمام دنیا اسم اون رو میشناخت. و حالا دوست دارم نظر شما رو بدونم. به نظر شما مرلین مونرو به خاطر استعدادش موندگار شد یا تصویری که هالیوود از اون ساخته بود؟ و نظرتون رو توی کامنت برام بنویسید. و اگه دوست دارین زندگی افراد مشهور و داستان پشت پردهشون رو بشنوید، کانال رو دنبال کنید و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.